سلام درود خدمت شما هموطنان عزیزمان. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. در قدم نخست ما چینل خویش رو برایتان معرفی میکنیم که برنامه کابل آشنا هستند و کابل آشنا در کدام قسمت ها فعالیت میکند. کابل آشنا در قسمت آموزش ثبت نام آنلاین و ویزه های بشردوستانه و همچنان اسکالرشیپ آموزش ارائه میکند و ما برای شما یاد میدهیم که چطور یک ثبت نام دقیق و معیاری ویزه های بشردوستانه در کشورهای مختلف انجام بدهیم و همچنان اسکالرشیپ را. در قدم نخست دوستا سر گوگل کروم کلیک نموده و در قسمت بالا سرچ هستن، اینجا شما میتوانید که سرچ کنید ویزه های بشردوستانه کشورهای مختلف بالا میاد. ما اینجا قبلا ویزه بشردوستانه فرانسه را جستجو کرده. اگر ما سر این کلیک کنیم تمام مشخصات اینجا بالا میاد که چی ضرورت هستند و یا هم ویزه بشردوستانه کشور بولیوی. اما دوستایی که در قسمت انگلیسی ضعیف هستن نمیتواند بفهمه که چی چیز گفته و چی خواسته، شما میتوانید تب را زده یک صفحه جدید باز کنید. در اینجا گوگل ترنسلیتر را جستجو کنید، سرش کلیک کنید، اینجا گوگل ترنسلیتر باز می شود. هر جایی را که شما نفهمیدید، هر متن را که باشد از اونجا کپی گرفته بیاد اینجا پیست کنید، به انگلیسی، به فارسی و تمام زبانهای زنده دنیا برای شما ترنسلیت میکند. همچنان هموطنان عزیزمان ما را حمایت کنید تا ما برای شما ویدیوهای ارزشمند را ارائه کنیم.